دوستان قشنگم سلام. امروز با آموزش تیتراسیون آهن در خدمتتون هستم. ابتدا 25 گرم نمونه رو وزن می‌کنیم. حواستون باشه که از جای مختلف نمونه برداریم و وزن دقیق برداشته شده رو یادداشت کنیم. بعد از اینکه همه نمونه‌ها رو وزن کردیم 40 سی سی اسید مخلوط HClHF رو اضافه می‌کنیم که نسبتشون رو تو کپشن براتون می‌نویسم و بعد به مدت 40 دقیقه روی هیتر روی دمای 200 درجه قرار میدیم تا نمونه‌ها حل بشن. بعد از اینکه همه نمونه‌ها حل شد بهش قطره قطره کلوید غل اضافه می‌کنیم تا بیرنگ بشه. بعد از بیرنگ شدن دوباره روی هیتر قرارش میدیم تا 5 دقیقه غل بخوره و در صورتی که تغییر رنگ نداد وارد مرحله بعد میشیم، ولی اگه دوباره زرد شد بهش کلوید غل اضافه میکنیم. در مرحله بعد روش آب مقطر میریزیم و اون رو به حجم 100 میرسونیم و بعد میذاریم تا خنک بشه. بعد از این مرحله بهش 20 سی سی مخلوط اسید سولفوریک و آب اضافه میکنیم، 10 سی سی کلورید جیوه و 15 سی سی دیفنیل که محلول سازیاشون رو براتون تو کپشن نوشتم. شروع به تیز کردن محلول با استفاده از دیکرومات میکنیم که محلول سازی اون رو هم براتون تو کپشن نوشتم. همونطور که مشاهده میکنید به محض اینکه دیکرومات با محلول تماس پیدا میکنه رنگ محلول بنفش میشه. اولین قطره که باعث میشه کل محلول بنفش بشه پایان تیتراسیونمونه. و حالا با داشتن وزن نمونه و مقدار مصرف تیترانت و همینطور فاکتور تصحیح عیار نمونهمون به دست میاد.